با عرض سلام خسته نباشید خدمت بینندگان همراه با فوتبال جهان از چینل یوتیوب. آرسنال ویاریال بازی دوستانه پیش فصل با این موقعیت برای تیم ویاریال. از این طرف بازیکن تکنیکی است، این ضربه و تو به دفع میکنه دروازه‌بان آرسنال و یه موقعیت دیگر دوباره سراسیمه است. این موقعیت و گل نیکولاس پپه گل اول ویاریال به ثمر میرسانه. چی بازیکنی است نیکولاس پپه. و موقعیت دیگر این طرف میرینو و این ضربه دیگر و گل ایون گل دوم ویاریال به ثمر میرسانه این بازیکن. و این موقع برای تیم آرسنال و این ضربه سر و گل نورنگارد و بازیکنان ویاریال دوباره سر با حمله شده. این بازیکن جوان داناجوما و گل داناجوما حساب کار 3-1 میکنه و یک گل دیگر از نقطه ضربه پنالتی مارتین اودگارد حساب 3-2 میکنه. پایان بازی.